عدوی تو چی شید؟ نه اسب مرده نه خچر مرده. گفت استر رو فروشید و شتاب لیک فردایش غلام آید مصاب. گفت ای بیمان نه ای است خچر رو برد فروخت نه که انشالله همین غلامش بینبره مگر هم یکون تکنون مردم ها بتوخی یک خیر احسان کنه میزنی سیر میکنی. این شنید و او غلامش را فروخت رست از خسران رخ را برفروخت. شکرها میکرد شادی ها که من رستم از سه واقعه اندر زمان. در حال بود غلامم فروخت از شدرانه خدا گو این نعمت هبی این همی زبان حیوانو را میوردن میکرد هستن این سه بلا را ایسر را دور کرد. روز دیگر گفت سگ با آن خروس که امیر کاذبان با طبل کوست. روز دیگر قبلش بود تبت کنم کثافت این سرداری دروغگو همی تو بده امیر شد. گو فردا خواهد و مردن یقین گو خواهد کشت واریس در حنین. گوشت قربانی و نانهای تنک بر سگان و سائلان عزت ثبت. گفت پروانه که پگه خودش میبره خشک فروختن هم میتونه انم واریساش مال میکشن گوشت دهقانی میشوه استخوان و دیگه نونی تنک زیاد میشوه شکم سیری میخری پروانه که میگه گوش بین هاده بدان مردی حریص. میشنید او از خروسش این حدیث گوش کرد استایی که چون شنید اینها دوا شد تیزه تب این خانه سخته ای جان هم قشرینه از که همین بسیاری مردم در همی کرانوی روز تلخه کف شدن موندن این جان بسیار شرینه. میگه چون شنید اینها دوان شد تیزه تفت بردر موسی کریم الله رفت. رو همه مولید بر خاک و زیبیم که مرا فریاد رسیم ای کلیم. دوید اومد که پیغمبر خدا بدواد برست که بودم تری گفت است پیغمبر میبرم میگم. گفت تیر جست از شسته پیسر نیست سنت کاید اون پس بسر. گفت تیری قضا که رفت تمام او را دیگه ایش که برگردوندن نمیتونم. لیک در خواهم زینه که داوره تا که ایمان آزمان باخد بری. من همی قدر میتونم که دعا کنم که خدای تعالی ایمان تا قبض نکنه با ایمان ای دنیا برای. چون که با ایمان روی تو زنده ای چون که با ایمان روی پاینده ای. کاش که همین مردا همین کسایی که میدونن که مرد حقی همین در ذهن شده این باشه که کسی با ایمان رفت ایشالا زنده ای کسی با ایمان رفت برد کرد وای به حالی اون کسی که به ایمان میرونه. و حضرت شرح میده میگه مرگ اسب استر و مرگ غلام بود قضاگردان اون مغرور خام. انا مرگ اسب او صدقه را دی بلا گفته هیچ دوره میکنه بلا را مگر صدقه همین قضاگردان بود. خدا رحمت کنه شیخ ابو سعید ابوالخیر ای بلوی خر اومد در زمین زد طلو پستش برمد پرید خیز که الحمدلله گفتن ای خر غلطیدی آمد پرید خوب شد الحمدلله میگو که همین غلطیدن حق بود. گردنم نشکسته است الحمدلله نگو پام نشکسته است الحمدلله نگو همین قضاگردان یعنی مغرور خام بود میگه آخه دست کی جنبت به ایثار عمل تا نبیند جاده را جایش بدن. همین انسان تو یک فایده و منفعت الله نبینه خیر نمیکنه تا نبیند کودکی که سیب هست او پیازی گندر اون حد زیده است نمی دستی کودک یک پیازی کنی باشه که ایدستش بگی داد فیقان نکنه میگی از سیبه که سر خبر بگو انایی را بگی خودش پیاز هم بپرتیه و سیر دمایی میکنه. اون که بیدهد به امید و سودها او خدای است او خدای است او خدا سبحان الله. همین خشاب به حال مردای صالح که سعی میکنن که توسط پرداخت زکات توسط خیرات احسانات توسط داشتن روزه توسط نماز بلاها را ایخش دور کنن. حسنوا اموالکم بالزکات و داء مرداکم بالصدقه و استقبلوا امواج البلاء بالدعاء و تضرع. حضرت عبدالله ابن مسعود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنه در معجم امام طبرانی اومده است حضرت گفت حسنوا اموالکم بالزکات مالهاتون توسط پرداخت زکات در خزینه پروردگار بود پرتوه در سیف الله با اندازه که دیگه کسی در دست دراز کردن نمیتونه در مال شما در حفظ امان الله مونه و با بیماراتو از الله عزوجلال توسط صدقات خیرات شفا طلب کنه شفا بجویه.
و هر بلا و آفات به سرتون میآید به همین دعا کردن آب دیده و تضرع پیش الله ذوالجلال استقبالش کنه، ایختون دور کنه، علاج دیگه نداره. حضرت خداوندی در حدیث قدسی که بخاری و مسلم روایت کردن میگه انفق ابن آدم انفق علیک، ای فرزند آدم نامردی نکن، تو نفقه کن منم در حقی تو نفقه کنم. همین غرض مقصد از عید قربان چیه؟ قربانی کردن و کمبغل و قشاق و بیچاره و نمتری گوش دادن، طعام حیا کرده و دادن و همین خاطر است. آخی عجیب مردم میاد میخواهیم که نماز نخونیم، روزه نگیریم، خیرات احسانات نداشته باشیم، با ای بلا و آفت ها امین باشیم. خیر نمیشه. و حضرت هم تمام چیزا کرد پیش حضرت موسی رفت. موضوع با دیگه میشود. مقصد مسئلهش حل اینا دیگه نمورد. در حقش دعا کرد خوش خیلی نمیم برا. عجل که اومد دیگه دستی عجل خلاص میخرید. پس خدا برکت بده بابای حاجی را و جوان مردایی را که خاصتا در همین شب روزای رمضان، در همین شب روزایی که مولای مردم آفت اومد، حقیقتا مردم همه حبسی خانگی شده بودن. بدن جوان مردای ایگیتایی بودن که خدا برکت چون بده خانه به خانه گشتن، محله به محله گشتن، شهر به شهر گشتن، یتیما را، کمبغلا را، بیچاره‌ها را، بیمارا را اهل علم دستگیری کردن. همه میدونه حاجت به گرفتن نام هم نیست، اونو احتیاج به گرفتن نام ندارن. الکی نامشو انشالله ثبت شدگی در پیش پروردگار هست. پروردگار برکت نصرت شو بده، خداوند داراییشون بازم بیشتر و زیادتر کنه. اگر میخواهیم که فرزندامون فرزندای خوب شوه، برای فرزندا باید روی رفتار و کردار تعلیم بدیم. اما یک نفرش قصه کرد خدا برکتش بده در روز عید، از برای خدا من بعضا فکر میکردم که این قدر جوان مردی و این قدر همت و کاری هر بز نیست. خیلی من گفتم هر کسی کار کردن نمیتونم. قصه کرد که مادرم گفت این همی فرزندو با دولت ناخی مقصد همی هر چیزی که میخره رو میبریمش تیلاوری و دیگر این همی آزمون میگذارن. کسی سوره یاسین از یاد کنه گردن برده امور میده، کسی این عمر از یاد کنه گوشپارش میده، در ده آزمون میگذارن. کسی ای بچه ها مثلا عمر از یاد کنه $100 میده، تبارک از یاد کنه $200. این اینطوری سبحان الله. همین خیلی یاخی همین شیر مردو از شیر مرو از شیر زنو میشوند. نمیخیل مادری به غیرت داشتیم که خدای طولا مادر نمیخیل فرزندای به غیرت و همت داشت. این برادر رو تمامی برادرای را که در همین روزای وزمین مشکل مسلمانای قشاق کمبغل ما را دستگیری کردن، پروردگاری بزرگ خودش دستگیر شد باشه. این عمل هر کس هم نیست. الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. حدیث امام بخاری است. حضرت ابو هریره میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که شخصی که سعی تلاش میکنه که یک بیوزن یک مسکین دستگیری کنه، او مثل مجاهد راه خدا است. و احسبه قال و کالقائم الذی لا یفطر و کالصائم الذی لا یفطر. حضرت ابو هریره گفت که گمان میکنم که حضرت همینجا بود در دوامش گفت که همین شخصی که همین دستگیری یتیم و بیوزن را میکنه مثل شخصی هست که در راه خدا همه شب تا سحر به عبادت مشغول است و مثل شخصی هست که تمام حیات و تمام عمر همه روز روزدار است. واقعیت هم داره. خداوند حفظ کنه. حضرت شیخ سعدی نصیحت میکرد، میگفت تکلف برای مردی درویش نیست، وصیت همین یک سخن بیش نیست که چندان که سعیت بود خیر کن زیت خیر ماند زی سعدی سخن. من هم یک وصیت رو بگم چنده که میتونه دست به خیر باشه و خیر کنه. ای سعدی سخنش میمونه، ای سعدی شعرش میمونه، ای شما هم خیر احسان. و نهایت حضرت صلی الله علیه و سلم سیم در خیر در رحمت را که با معاذ بن جبل در شخصیت معاذ برای تمام امتش توصیه کرده است، گفت و صلات رجل من جوف الليل، نماز مرد در دل شب، یعنی نمازی که مرد و شب میخیزه و تهجد میخونه به حد خدا را خوش میآید.
آیه قرآن تلاوت کرد حضرت که این مردم در نزد پروردگار بسیار درجه و منزلت بلند دارند. واقعا درجه و منزلتشون به حدی هست که در حساب نمی‌گنجد. در تاریخ بشریت یگان شخصیتی بزرگ، یگان پیغمبری خدا، یگان اولیا، یگان صدیق، یگان صالح، یگان شهید واقعی نیست که قیام شب نداشته باشند. به شب نخیزه و خدا را عبادت نکنند. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم. بر شما بود قیام شب. قیام شب عادت مردای صالح پیش از شما بود. تمام مردای صالح، هر کسی که صلاحیت داره همش میگه قیام اللیل بدن و شب میخیستن. فانه دأب الصالحین قبلکم. این عادت رفتار عملی مردای بزرگی پیش شما بود. و انه قربت الی ربکم و تکفیر للسیئات و منهات للاثم. قیام شب ببینید اولا شما را به الله نزدیک میکنه، سبب قربت شما به سوی پروردگار میشود، سبب آمرزش شدن تمام گناهاتون میشود، سبب آن میگرده که خدای تعالی از سهو و خطاها حفظ تو کنه. و منهات للاثم. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا که بود در به شب در بندند، الا در دوست کام به شب باز کنند. درهای رحمت پروردگار به شب باز است. خشاب به حال بنده که به شب نتظر بود میکنند. بعضا شب خوب میخیزیم برای یگان ضرورت. بعضا خیلی جوانا شبای گرم تابستون الحمدلله جوانن ولی غیرت دارن، برای شهوت شو میخیزن میکنن کارو. خونه پریگندن میرای غسل میکنی قبل خواب کردن همین در رکعت نماز شکر نمیخونی که هم قیام شبت شود هم شکرانه پیش الله شود. این همی کارا نمیکنی. و این شیطانی ملعون نمیگذاره که به شب همین نماز بخونی. و برای که نزد پروردگار قدر منزلتی بسیار بلند است. حالت‌های میشود که در سر موی مشکلی و مشقت بیاد، در 100 مرد نامرد دوست دشمن همه کوبیم، گردنکامون کج میکنیم و فراموش میکنیم که وعده خداوندی است. خدای بزرگ میگه که هر کسی که به شب میخیزه و دعا میکنه دعاش اجابت میکنم. من یدعونی استجیب له و من یسألونی فاعطیه و من یستغفرونی فاغفر له. هر کسی که دعا کنه دعاش اجابت میکنه میگه الله عزوجل. هر کسی که طلب کفارت گناه کنه گناهاش هم میبخشم. هر کسی از من چیز درخواست داره اگر به فایده و منفعتش باشه البته به مرادش میرسونه. این همی کسلی اومد بالا هم دیده در دهنای در اپتیکا اچرا کسی دختر داره شناسبازی نه که اخی اکثری مردم فراموش میکنن که ای بچه بخیز به همین شب در رکعت نماز بخونم. ای درگاه پروردگاره که شافی ای الله که شفا را الله میته طلب کنم که خدای آخمی بیمار ما یک شفای کامل بده. پروردگار بلا و بارا ای ملک سرزمین مدور که بلا اومده است آبی دیده نیست، بلا اومده است قیام شب نیست، بلا اومده است اخی نمیدونم زوری و تضرع نزد پروردگار نیست. بغرور و تکبر با یک مستی همین ای مرگ ترسیدن از برای خدا. یک گروه کسافتو یا رفیق شو فروخت شد ای ترسی اون که یکی ایمونیتت و پس نشد نمید برای اوست درد خدا بتا شفا را خدا بتا. تو روزه ماه شریف رمضان به یگون وحش شرعی و به عذر میخری چه خلای خدای تعالی تو با توقع تماما داری که خدای تعالی حفظت کنه. بیرمی روزه را بخری که یکی ایمونیتت پس نشد. هر یک سپرسمینو و هر یک شیر مرده و هر یک شیر 50 بدن سر توپو همه ایمونیتت بود. اوقی وقتی که اجل شو رسید بر رفت تقدیر خدا را لبای گفته. خشا به حال کسی که درد ای خدا بدونه و شفا را به پروردگار کنه. از پروردگار بزرگ طلب شفاعت. دعا میکنیم که خدای بزرگ خیرات و احساناتی ایشان جلال الدین به درگاه بی‌نیازش قبول کنه و در نامه اعمالش صبر بگردونه. ارواح گذشته‌هاش رحمت و مغفرت کنه. اونایی که در عرفه عید سعید اصحا امید دعا دارن از ایشان جلال الدین از مهمانانش پروردگار و رحمت و مغفرت شد. در ارواح روحی جنت مستقر شد.
عید برای جمیع امتی صائم و قائم با عار و با ناموس حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک گردان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. بگفت اسماعیل اندر راه سبحان دهم سجان نمی ترسم ز یک جان. بگفت اسماعیل اندر راه سبحان دهم سجان نمی ترسم ز یک جان. به هر حاله که باشد امری باری ز امری دوست دارم جان سپاری. به هر حاله که باشد امری باری ز امری دوست دارم جان سپاری. بگذرم از جهان یادم کنید بگذرم از جهان یادم کنید. در کجایی گفته فریادم کنید. بعد مردن تا نگردم به نشان بعد مردن تا نگردم به نشان. ذکری خیلی دوستان شادم کنه. گر خطای رفت از من منظرت این خطا بخشید فریادم کنه. یاران و برادران مرا یاد کنید. تابوت مرا زی چوب شمشاد کنید. تابوت مرا قدم قدم بردارید. در خاک سیاه مانده و فریاد کنه. در خاک سیاه مانده و فریاد کنید. ای دیده اگر کور نئی گور ببین وین عالمی پر فتنه و پر شور ببین. شاهان و سران و سروران زیر گلن. روحای چومه در دهنی مور ببین. روحای چومه در درونی در دهنی مور ببین.
تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری تو روز میروی در خاک مگر بنده خبر داری مشو مغرور آن عمری که دو روزه بسر داری برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان مخن بسیار بهوده تو هم روز گذر داری شب فرصت غنیمت دان بکش در طاعت خالق که فردا روز محشر در بیابان شور و شر داری انیس کویار و دوستانت همه در خانه خاکن تو هم روزه از آن خانه به آن خانه گذر داری تو هم روزه از آن خانه به آن خانه گذر داری اللهم صل و سلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن وحصل مقاصد الدنيا والآخرة بالقرآن واقضي حاجاتنا من حاجات الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم در حق خوشمانی حاجرم دعا گذاشتن خدا رحمت شد یا رحمت و مغفرت کنم و در بحبوحه جنت مستقرش گردونم از اعمال نیک فرزندا در عالم برزخ روش شاداب بیارم